مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه برنامه های که معرفت و شناخت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، خصوصا خلیفه راشده سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه. در برنامه گذشته پیرامون نخستین نامه هایی که سیدنا عثمان بن عفان برای موظفین و برای والیان و برای فرماندهان لشکر و عامه مردم، نامه هایی که از جانب سیدنا عثمان فرستاده شد، اشاره نمودیم و همچنین اشاره شد که مرجع عالی قوانین دولت و یا خلافت سیدنا عثمان بن عفان بر روی چی بنا شده بود. روش حکمت و حکمتداری سیدنا عثمان بن عفان را در جلسه گذشته و برنامه گذشته مختصرا اشاره کردیم. سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه در خطبه خود اشاره می کنند و فرمودن که عملکرد حکمت، عملکرد دولت باید که موافق به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه و فرمودن خلافت من یا حکومت و دولت من موافق به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و راه شیخین که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما باشد. این راه من است، سیدنا عثمان فرمودن. و بعد این آیه مبارکه را سیدنا عثمان در خطبه خود ایراد می فرمایند که الله سبحانه و تعالی فرموده: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. و همچنین به استناد از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم سیدنا عثمان اشاره فرمودن این حدیث را که رسول الله فرمودن: ترکت فیکم امرین، گذاشتم در بین شما دو چیز که اگر با این دو چیز چنگ زدید هیچ وقت گمراه نمی شوید. و همچنین سیدنا عثمان به حدیث دیگر اشاره فرمودن که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن
اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، شما اقتدا کنید به این دو کسی که بعد از من است، ابو بکر و عمر. سیدنا عثمان با این آیه و با این احادیث میخواست که برای دیگران بفهماند که متوجه باشید که حکومت من و دولتی که من مسئولش قرار گرفتم یا خلافتی که برای من سپرده شد باید ستونهای اصلی و اساسیش همان قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و راه شیخین باشد. سیدنا عثمان رضی الله عنه وقتی که به عنوان خلیفه مسلمین تعیین می شوند و سخن خود را و خطبه خود را هم ایراد فرمودن، حالا آیا این که سیدنا عثمان وقتی خلیفه شدن به عنوان خلیفه مسلمین قرار گرفتن، آیا حالا کل قدرت و کل امر و نهی به دوش سیدنا عثمان هست؟ آیا امت حق داره که خلیفه را بازخواست نماید؟ این حق امت هست. همین امت سیدنا عثمان را به عنوان خلیفه تعیین کرد بدون شک که قدرت خلیفه مطلق نیه، مطلق نبوده که قدرت مطلق داشته باشه، امر و نهی مطلق داشته باشه. نه خیر، چنین نیست، بلکه در چارچوب دو امر هست. قدرت خلیفه، قوت خلیفه در چارچوب دو امر. امر اول، امر و نهی خلیفه مخالف نص صریح، مخالف نص صریح نباشه، مخالف قرآن و سنت نباشه. خلیفه مسلمین اجازه نداره به امر دستور بده که او امر مخالف با دستورات الله سبحانه و تعالی، مخالف با دستورات رسول صلی الله علیه و سلم. یک مورد، امر خلیفه، قوت خلیفه، قدرت خلیفه مخالفت صریح با قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم نداشته باشه. دوم، مخالفتی که در آن امری که اجماع امت اسلامی در آن شده باشه. وقتی حرف در آن حرف اجماع امت اسلامی در آن بود، خلیفه اینجا نمیتونه تخلف کنه، نمیتونه امر و نهی داشته باشه، چون خلیفه نماینده مردم هست. وقتی نماینده مردم هست باید که اموری که پیش می رود با مشوره مردم باشه. با اونهایی که او را به عنوان خلیفه تعیین کردن باید با اونها مشوره داشته باشه. از مهمترین ارکان حکومت اسلامی این را خوب میدانیم که چیست؟ مشوره هست. و سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه این رکن بزرگ و یا رکن اساسی که در دولت و حکومت قرار داره، سیدنا عثمان این را پیشه خود ساخته بودن. الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل
میفرمایه در سوره آل عمران آیه 159 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ببینید این آیه بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم نازل میشه، رحمت للعالمین. دروازه وحی بر روی اینا بازه، جبرائیل می آیه از جانب الله سبحانه و تعالی برای رسول صلی الله علیه و سلم قرآن نازل میشه. در آن حالت باز هم الله سبحانه و تعالی میگه ای پیامبر باید تو مهربان باشی. الله سبحانه و تعالی این رحمت الله هست که الله سبحانه و تعالی بر تو منت گذاشته و اینهایی که به اطراف تو جمع شدن اینها قلوب اینها به دست تو نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. پس این آیه اشاره میکنه که ای پیامبر با اینها مهربان باش، اگر مهربان نباشی از اطراف تو دور میشن. سیدنا عثمان بن عفان با این آیات قرآن که الله سبحانه و تعالی دستور میده به مشوره و امر میکنه به شورا، سیدنا عثمان با کسانی که به اطراف سیدنا عثمان بودن مشوره میکردن و در نظام حکومت از افراد شایسته مشوره میگرفتن و این رکن که از ارکان مهم یک دولت هست سیدنا عثمان او را برپا داشتن. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. سیدنا عثمان خوب میدانستند که قضیه شورا، قضیه مشوره، امر پروردگار عالم، سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. و همچنین از ارکان و یا برنامه های حکومت و یا دولت این خلیفه راشده این بود که سیدنا عثمان برای همه آزادی مشروع داده بودند. سیدنا عثمان در زمان خلافت سیدنا عثمان، چون سیدنا عثمان گفت که من حکومت و دولتی که من قرار داشته باشم باید موافق به کتاب الله و سنت رسول الله و موافق به راه شیخین ابوبکر و عمر. سیدنا عثمان راه این بزرگان را تعقیب میکنه. در زمان خلافت سیدنا عثمان آزادی های مشروع، آزادی عقیده، آزادی رأی و نظر، آزادی مسافرت، آزادی حق مالکیت، که اینها هر کدام اگر بخواهیم به تفصیل صحبت کنیم که شاید وقت اونقدر به ما فرصت ندهد، ولی اینقدر میگیم که به زمان خلافت سیدنا عثمان یکی دیگر از برنامه های سیدنا عثمان قضیه آزادی و اینها. و بحث وقتی میگیم حق امت هست که از خلیفه بازخواست کنن، سیدنا عثمان هم برای دیگران اجازه میداد که از او پرسان کنن و هم سیدنا عثمان هم خود را محاسبه میکرد و پرسان میکرد و هم از دیگران. سیدنا عثمان همانطوری که با نفس خود توجه داشت دیگران را هم متوجه می ساخت تا اینکه دچار گناه، دچار لغزش، دچار انجام یک منکر نشن. چگونه سیدنا عثمان دیگران را متوجه می ساخت و تحت بازخواست قرار میداد، ان شاء الله باذن الله بعد از میان برنامه بیان می شود. با ما باشید.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. مجددا خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. گفتیم که سیدنا عثمان هم نفس خود را تحت محاسبه قرار میدادند و هم دیگران را. چگونه دیگران را متوجه می ساختند؟ فقط نمونه را اشاره می کنم. سیدنا عثمان وقتی دیدن محمد ابن جعفر ابن ابی طالب بالاپوش زرد و سرخ رنگی را پوشیده آمد کنار سیدنا عثمان خشمگین شدند و بعد برای محمد ابن جعفر ابن ابی طالب گفتن که آیا نمیدانی که رسول صلی الله علیه و سلم از چنین لباس مردم را برحذر می داشتن؟ مردم را منع می کردن؟ خود این نماینگر این هست که سیدنا عثمان وقتی به عنوان خلیفه مسلمین بودن تمام جوانب رعیت خود را مد نظر داشتند. سیدنا عثمان آزاد گذاشته بودند تا اینکه دیگران بیاین از سیدنا عثمان انتقاد کنن، بازخواست کنن، پرسان کنن و سیدنا عثمان هم از رعیت خود و از افرادی که در کنار و ما حولش بود بازخواست میکرد و پرسان میکرد. و همچنین از برنامه‌های دیگری که سیدنا عثمان در زمان خلافتشان جز قانون بود این بود که ممانعت از حج و عمره زنانی که در دوران عده به سر می بردن، که این عمل سیدنا عمر رضی الله عنه هم بود و سیدنا عثمان هم گفت که راه من، نظام من، قانون من قرآن و سنت رسول الله و رای شیخین هست، رای ابوبکر و عمر هست. سیدنا عثمان اجازه نمیدادن زنانی که در عده قرار داشتن اینها عازم حج و عمره شوند. و همچنین دستور سیدنا عثمان بن عفان در دوران خلافت و در دوران که به عنوان خلیفه مسلمین قرار گرفته بودن به ذبح کبوتر، چون وقتی که وضعیت و یا معیشت مردم بهبود یافت، مردم راحت شدن، یک عده از این در یک گوشه شروع کرده بودن با کبوترها کبوتربازی می کردن و خود را به اونها مصروف و مشغول می نمودن. سیدنا عثمان وقتی خبر شدن دستور دادن که کبوترها باید ذبح شود، که امام بخاری به نقل از حسن روایت میکنه که شنیدم که عثمان دستور داد که سگها را بکشن و کبوترها را ذبح کنن. و همچنین
از کارها و برنامه های حکومت و خلافت سیدنا عثمان ابن عفان توبیخ و متوجه ساختن آنانی که به بازی تخت نرد می پرداختند که این بازی یکی از قمارهای بود که حتی رسول صلی الله علیه و سلم به صراحت کامل از این بازی مسلمان ها را برحذر داشتند. بازی تخت نرد بازی است که سیدنا عثمان به صراحت کامل میفرمایند که از این خودداری کنید که این قمار هست و سیدنا عثمان با شدت و قاطعیت بر منبر بلند میشن و بر مردم دستور میدن که و اعلان میکنن که آنانی که در خانه خود این بازی و این ملعبه را داره او را بشکنه و آتش بزنه. این قاطعیت و اراده قوی سیدنا عثمان را نشان میده در مقابل منکرات و در مقابل اشیایی که انسانها را از یاد خدا و ذکر الله سبحانه و تعالی مصروف می سازه. و همچنین از مسائل و برنامه هایی که در زمان حکومت و یا خلافت سیدنا عثمان ابن عفان اجرا می شد تبعید نمودن افراد شرور و اراذل و اوباش. از کجا؟ از مدینه منوره. سیدنا عثمان وقت انسانهای و افراد که آنها جز ولگردی کار دیگری نداشتن و یا اینکه با خود سلاح حمل می کردن، شمشیر داشتن، مردمان را تهدید می کردن و یا با چوب و وسایل دیگری که با دست داشتن مردمان را تهدید می کردن. سیدنا عثمان با این گروه شدت برخورد می کرد و اونها را از مدینه تبعید می ساخت و از مدینه منوره آنها را دور می کرد و نمی گذاشت که در شهر رسول صلی الله علیه و سلم کسانی باشند که آنها مردمان و اهل مدینه را یا به سلاح خود یا با چوب دست خود یا بالآخر با هر آله و اسبابی که انسانها را تهدید میکنه اجازه نمیداد که چنین انسانهایی باشن و اهل مدینه را بترسانن و اهل مدینه را تهدید کنن. و همچنین از برنامه هایی که سیدنا عثمان ابن عفان در حکومت و خلافت خود داشتن، سبحان الله، شما ببینید که سیدنا عثمان چه اخلاصی به مدینه منوره و به جوار رسول صلی الله علیه و سلم که افراد اوباش و اراذل و افراد که انسانهایی که شر اونها به جامعه میرسید اونها را تبعید میکنه. محبت سیدنا عثمان به رسول الله و به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم و به اقارب و بستگان رسول صلی الله علیه و سلم، مجازات فردی که عموی رسول صلی الله علیه و سلم عباس ابن عبدالمطلب را تحقیر کرده بود. سیدنا عثمان شخصی را گرفت و او را مورد ضرب و شتم قرار داد. کسی آمد پرسان کرد که یا امیر المؤمنین چیکار میکنید؟ چرا این را میزنید؟ چرا این را مورد ضرب و شتم قرار دادید؟ سیدنا عثمان فرمودن این با عباس ابن عبدالمطلب به نزاع پرداخت و بعد برای عباس ابن عبدالمطلب به عموی رسول صلی الله علیه و سلم
حرف تحقیرانه گفت، این باید چنین تهدید میشد، باید تأدیب میشد و باید ادب میشد. این شخص سوال میکنه که یا امیر المؤمنین، آیا این حرکت شما شریعت این را تایید میکنه که به خاطر کسی که عموی رسول صلی الله علیه و سلم را تحقیر کرده باید مورد ضرب و شتم قرار بگیره؟ سیدنا عثمان چی زیبا میفرمایند. سیدنا عثمان فرمودند آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عموی خود عباس ارج و احترام نمی گذاشت؟ بله می گذاشت. آیا رسول صلی الله علیه و سلم اجازه می داد به کسی که عمویش را تحقیر کنه؟ خیر، اجازه نمی داد. بعد سیدنا عثمان فرمودن کسی که عموی رسول الله را تحقیر کنه جزایش چنین هست، باید که جزای خود را ببینه. ببینید محبت سیدنا عثمان ابن عفان به بستگان رسول صلی الله علیه و سلم، به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، محبت سیدنا عثمان به عموی رسول صلی الله علیه و سلم که این محبت سرچشمه میگیره که محبت به خدا و رسول صلی الله علیه و سلم هست. و همچنین برخورد سیدنا عثمان با انسانهای شرابخوار، با انسانهایی که مبتلا به نوشیدن شراب بودن، سیدنا عثمان در خطبه خود چه زیبا میفرمایند. در خطبه در منبر بلند میشن و جز سخنان سیدنا عثمان ابن عفان یکی از سخنان و یک جمله از جملات خطبه سیدنا عثمان ابن عفان اینه که فرمودن هرگیز ایمان و شراب با هم در یک فرد جمع نمی شود. و بعد ادامه می فرماین یا ایمان، خیلی مهمه، یا ایمان یا علاقه به شراب. ببین باز هم عثمان ابن عفان چقدر اشیایی که برای جامعه، برای دین یک شخص، در جسم یک شخص، برای دنیای یک شخص مضر هست و قرآن هم شراب را نجس میگه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شما از اینها اجتناب کنید. سیدنا عثمان میفرمایه که یا ایها الناس، ای مردم متوجه باشید که ایمان و شراب اینها در یک شخص جمع نمی شوند. یا باید انسان مؤمن باشه یا علاقه به شراب داشته باشه. مضرترین شی، یعنی ام الخبائث گفته شده. حتی در بعضی اقوال دیگر سیدنا عثمان که اشاره میکنن و میفرماین که کسی علاقمند به یک زن شد و کسی را به خواستگاریش روان کرد و او زن وقتی علاقمندی این مرد را دید، در کنار این زن گلاس شراب بود و برده یا غلامی بود و بعد از این مرد درخواست کرد که قبل از این که من به عقد تو در بیایم تو از این 3 کار یک کار را انجام بدی.
این زن برایش گفت یا با من زنا کن نعوذ بالله، یا این شراب را بنوش، یا این برده‌ای که اینجا استاده هست این را بکش. این مرد مسکین و یا بدبخت و بیچاره فکر کرد، گفت که از این که من با این زن زنا کنم یا او فرد دیگر را به قتل برسانم، گناه این شراب خفیفتر هست، شراب را بنوشم گفت که بهترتر خواهد بود. این شخص پیش خود ضرر شراب را خفیفتر دانست، گناه شراب را خفیفتر دانست، شراب را نوشید. شراب را نوشید، مست و لایعقل شد، نمیفهمید و نمیدانست که چه کار باید بکنه. با زن زنا کرد و او برده نزدیک شد، او را کشت و لحظه به هوش آمد که همه اعمال زشت را مرتکب شده. به اینه که سیدنا عثمان میگه متوجه باشید که این ام الخبائث هست، مادر همه زشتی ها، مادر همه پلیتی ها و انسان ها را به گناهان مختلف سوق میدهد. سیدنا عثمان میفرمایه یا ایمان یا علاقه به شراب. سیدنا عثمان در دوران خلافت خیش با انسانهای شرابخوار و با انسانهای شراب نوش و اونهایی که اگر در گوشه و کناری دیده میشد که شراب نوشیدن، سیدنا عثمان با شدت با اونها برخورد میکرد و همیشه در خطبه های خود پیرامون حرمت شراب، پیرامون نجس بودن شراب و پیرامون اضرار شراب اشاره میفرمودن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که آنچه که قرآن و سنت رسول الله به ما دستور داده که او را انجام بدهیم عاشقانه بپذیریم و از آنچه که ما را منع کرده باید خود را باز بداریم. تا جلسه بعد که انشاء الله پیرامون مهمترین سخنان سیدنا عثمان بن عفان یا صفات سیدنا عثمان بن عفان که انشاء الله اگر عمر باقی بود بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى